وقت ندارم باشگاه برم. کارم زیاده. آشنا به نظر میاد نه؟ این جمله ها رو هر روز به خودت میگی تا وجدانت رو راحت کنی. بذار یه حقیقت تلخ رو بهت بگم. تو وقت داری، فقط اولویت نداری. اگه وقت داری 30 دقیقه توی اینستاگرام بچرخی و ویدیوهای گربه ببینی، پس وقت داری تمرین هم بکنی. امروز هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. نه وسیله میخوایم، نه باشگاه، نه لباس خاص. فقط 15 دقیقه. این روتین برای کساییه که از هدر دادن وقت متنفرن و عاشق نتیجن. قرار کل بدن رو به آتیش بکشیم. بالاتنه، پایینتنه و اون شکمی که زیر لایه چربی قایم شده. اگه فکر میکنی 15 دقیقه کمه، صبر کن تا به دقیقه 10 برسیم. اونجا میبینم هنوزم همینو میگی یا نه. آماده ای؟ حرکت اول. سلطان تمرینات با وزن بدن، شنا سوئدی. پوشاپس. اما نه اون مدل شلوولی که تو مدرسه یاد گرفتی. ما اینجا دنبال کیفیتیم، نه عدد. خیلیا فقط میخوان بگن من 50 تا زدم، ولی فرمشون افتضاحه. این یعنی تمرین برای ایگو، نه برای پیشرفت. بیا پایین تا سینه زمین رو لمس کنه. بدنت مثل خطکش صاف باشه. وقتی میای بالا، زمین رو هل بده. تعداد 30 ثانیه کار، 15 ثانیه استراحت. اگه سختته، زانوها رو بذار زمین، ولی فرم رو خراب نکن. اگه آسونه، سرعت رو کم کن و روی انقباض تمرکز کن. یادت باشه، اگه شانه‌هات داره داد میزنه، احتمالاً فرمت غلطه و داری مفاصلت رو نابود میکنی. آرنج ها رو بیار داخل. حالا نوبت پاهاتونه. اکثر کلیستنیکس کارها بالاتنه گوریل دارن ولی پاهاشون شبیه لکلکه. چرا؟ چون روز پا رو میپیچونن. ما نمیخوایم پاهای مرغی داشته باشیم. حرکت دوم. اسکوات. پاها رو اندازه عرض شانه باز کن. بشین انگار میخوای روی صندلی بشینی. زانوها از نوک پا جلو نزنن. میخوای فشار رو بیشتر کنی؟ تبدیلش کن به جامپ اسکوات. بپر بالا. این حرکت متابولیسم بدنت رو منفجر میکنه. تعداد 30 ثانیه کار مداوم. سوزش توی رانهات، اون یعنی داره کار میکنه. اگه نسوزه، یعنی داری استراحت میکنی. و حالا میرسیم به بخش مورد علاقه من، شکم و پهلو. میخوایم حرکتی رو بزنیم که اسمش هم ترسناکه. کروسفیکس کرانچ. رو زمین دراز بکش. دستها و پاها رو مثل ستاره دریایی باز کن. حالا جمع شو و پاشنهات رو لمس کن. بعد دوباره باز شو. انگار میخوای پرواز کنی. این حرکت همزمان بالای شکم و زیر شکم رو درگیر میکنه. گردنت رو مثل مرغ تکون نده. فشار باید روی شکم باشه. خب، تموم شد. دیدی؟ نمردی. فقط 15 دقیقه طول کشید، ولی الان ضربان قلبت بالاست و عضلاتت بیدار شدن. اگه هنوز نشستی و داری چیپس میخوری، واقعاً که. سابسکرایب کن و یادت نره هیچ بهانه‌ای نیست.